سلام به هایلینی های عزیزم. امروز با یک انرژی خوانی دیگه در خدمت شما دوستان هستم. امروز میخوایم ببینیم که کیس احساسیتون که حالا از این رابطه رفته، رابطتون کات شده، چند وعده دیگه این شخص برگشت داره و آیا تا زمان ولنتاین این شخص برمیگرده به شما؟ رو از کارت های تاروت بپرسید. خب دوستان، اسم کیس احساسیتون رو 3 بار تکرار بکنید و انرژی هاتون رو با کارت ها همسو کنید تا ببینیم که آیا شخص احساسیتون برگشت داره به شما، چند وعده دیگه. خب کارت ببینید، اگر که رابطه شما رو به سردی رفته و یک جدایی برای شما اتفاق افتاده، میگه که یک شخصی از این جدایی و فاصله‌ای که بین شما افتاده یک سوء استفاده هایی کرده و شاید همین شخص باعث شده که حالا یا این جدایی اتفاق بیفته و یا اینکه باعث شده این جدایی تایمش زیادتر بشه و اینکه الان هر دوی شما توی یک بلا تکلیفی هستید. رابطتون یک به هم ریختگی، یک تلاطمی رو برای هر دوی شما من میبینم، اما تا 3 وعده آینده میگه از سمت کائنات نیروی رو، انرژی رو دریافت میکنید که به صورت غیر منتظره تا 3 وعده آینده از شخص احساسیتون حالا برگشت و تماس و خبری را دریافت میکنید که باعث خوشحالی شما میشه و من میبینم که کیس احساسیتون در رابطه با شما با شخص دیگه‌ای حتی صحبتی داره میکنه و مشورتی داره میگیره از این شخص که باعث میشه که مشکلتون حل بشه و به سمت شما این شخص برگرده. باز هم کارت بکشیم. خود شما خیلی رابطتون رو از شخص احساسیتون میبینم که همه جا صحبت میکردید و شاید همین که با شما از مسائل احساسیتون برای اطرافیان گفتید باعث شده که یک سری اختلافاتی به خاطر همین موضوع برای شما پیش بیاد، باعث یک
سنگینی، چشم زخمی که توی رابطتون اتفاق افتاده و این اختلاف و جدایی رو به وجود آورده. کیس احساسیتون رو یک آدم فوق‌العاده با سیاستی میبینم و این شخص غرورش خیلی زیاده، خیلی مغروره و شاید اگر که تا الان این شخص قدمی بر نداشته به خاطر این بوده که منتظر شما بوده و شاید شما رو توی این رابطه مقصر میدونسته، برای همین صبر کرده ببینه که قدمی از سمت شما برای آشتی کردن، برای برگشت به این رابطه اتفاق میفته آیا. برای اینکه دوست نداشته که از سمت خودش باشه و اگر که شما قدمی بر ندارید و بر نداشتید تا الان، این شخص خودش به سمت شما برگشت داره و یک شروع دوباره برای شما توی این رابطه من میبینم. ببینید برای بعضی هاتون دیده میشه که شاید توی این رابطه دروغ های گفته شده، خب و همون این دروغ میتونه از سمت کیس احساسیتون باشه و این جدایی به خاطر این دروغی که گفته شده، پنهانکاری که شده اتفاق افتاده باشه و یا اینکه یک شخص سومی در رابطه با شما و یا حتی در رابطه با کیس احساسیتون من یک شخص سومی رو میبینم که شاید این شخص بوده که باعث این اختلاف شده، یعنی با یک سری دروغ هایی که در رابطه با شما یا در رابطه با کیس احساسیتون گفته شده باعث اختلافاتی بین شما شده و سردی رو توی این رابطه به وجود آورده. خب بریم باز هم کارت بکشیم. آیا برگشت شخص احساسیتون زود هست و آیا تا ولنتاین این اتفاق میفته برگشتش؟ بله ببینید کارت که برگشت الان برای شما داره خبر از این میده که کیس احساسیتون به زودی با شما تماسی میگیره، پیامی به شما میده و خبری از سمتش دریافت میکنید. بهتره که توی گفتگویی که حالا بعد از برگشت شخص احساسیتون توی این گفتگویی که با هم دیگه دارید بهتره هر موضوعی که بینتون پیش اومده بوده رو نخواید دیگه حالا خیلی کش بدید اون موضوع رو و ادامه بدید و سادگی نکنید، حماقت نکنید و بهتره که اگر دوست دارید که با این شخص رابطتون رو ادامه بدید توی این صحبت و گفتگو سیاست داشته باشید و با سیاست رفتار بکنید و اینکه میبینم که شخص احساسیتون براتون هدیه ای رو میخره و از سمت این شخص سورپرایز میشید و تا این زمانی که گفتم 100% شما برگشت رو به هم دیگه دارید. خب
یه شخص احساسیتون برمیگرده و واقعا احساسش به شما واقعی هست. بله ببینید کیس احساسیتون به شما تمایل داره و یک سری تغییر و تحولاتی توی این رابطه برای شما اتفاق میفته و تمام اون مشکلات و چالش هایی که داشتید رو پشت سر میذارید و این شخص به سرعت داره به سمت شما میاد و با شما 100% به زودی تماسی میگیره و تغییر و تحولات خوبی که توی این رابطه برای شما اتفاق میفته. خب دوستان، امیدوارم که انرژی خوانی امروز رو دوست داشته باشید و برای شما لذت بخش بوده باشه. فراموش نکنید که لایک کنید، برام کامنت بذارید و حتما انتقادات و پیشنهاداتتون رو برای من بنویسید. اگر که دوست دارید ویدیوهای بیشتری از من ببینید حتما سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید. ممنونم از توجهتون و امیدوارم که روز خیلی خوبی رو داشته باشید.